السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه بار دیگه علیکم السلام. یک سوال داشتم. انا شما گفتین که پیش یه روز پیش روزا گرفتن درست نیست. من نمیدونستم میرم. ما دوشنبه پنجشنبه روزا میگرفتیم. بله من پنجشنبه روزا گرفتیم. اینا امروز شام خوش کردیم. امروز روزا بخوریم یا که تمومشتیم. روی 2 ساعت دیگه مونده. امروز هم روزه داشتید؟ بله بله استاد. دین روزه داشته بودید؟ دین روزه داشتیم البته. پنجشنبه دوشنبه روزا میگرفتیم. برای همون هم که پیوست کرده رفتیم. عادتا پنجشنبه دوشنبه روزه می داشتید باشید باکی ندارد. بعد این سخن من نگفتیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین الا رجل کان یصوم صوما فلیصوم. رمضان رو یک روز یا 2 روز پیش با روزه استقبال نکنید. با روزه پیشواز نگیرید. یعنی 1 روز پیش یا 2 روز پیش از رمضان روزه ندارید مگر اون مردی که پیشتر روزه می داشت عادتش به همین موافقت کرد. مثلا دین پنجشنبه بود، 2 روز پیش از رمضان بود. آدمی که هر پنجشنبه روزه می داشت اگر رفت و دین روزه داشته باشه گناهکار نمیشه، برای او اجازت هست. بله